واقعا شما امیر تسلط رو انداختید گوشه رینگ، انگار یکی یه دونه نی کردید توش، فقط دارید میک میزنید. یکی داره آهنگاش گوش میده، یکی داره آهنگاش رو توی این برانبر میذاره ممبر میگیره، یکی بهش میاد فوش میده ویو بگیره. لااقل مفری نکن به خاطر 4 تا ویو و دیده شدن و بیای اما بعد بگی این الگوی بده. نه پس ببینید همه چی از ماست که بر ماست. من حق دارم به مهران مدیری فوش بدم. چرا؟ چون وقتی یه خواننده‌ای که 100 سال دیگه هم بدوه به یه تار موی یکی از آهنگای منم نمیرسه دعوت میکنه تو برنامه دوره همیش، یه زنگ به من نمیزنه، چون میدونستم من بیام دیگه سوپر استار محمد رضا گلزار نیست. من هم بازیم از اون بهتره، هم صدام از اون قشنگتره، هم هنرم از اون بیشتره، هم حسم از اون بیشتره، هم هیکلم از اون بهتره، هم قیافم از اون بهتره، هم از اون جذابترم، تتوهای بیشتری دارم، هم طرز لباس پوشیدن از اون بهتره، چون فقط یه چش رنگی داره. تمام اون پولی که اون داره میگیره پول منه، حق منه. توپاک حرف قشنگی میزد، میگفتش که ممکنه هیچ وقت نتونم جهان رو تغییر بدم، ولی میتونم ذهنایی رو بیدار کنم که در آینده جهان رو تغییر بدم. نامرد؟ آره. چرا برج مگه میتونه نامرد باشه؟ نه برج نامردیه، به خاطر اینکه خیلی ها رو تو خودش جا داد که حقشون نبود و خیلی ها هم که حقشون بود و نذاش بیان توش. فکر میکنی که کی تو همین سالن تو همین برج کنسرت امیر تتلو؟ والا من با خودم عهد کرده بودم که تو این کنسرت و تو این سالن نرم، چون این کار نامرده. چون نه چون این سالن و این استیجی زمانی به درد من میخورد، الان دیگه برای طرفدارای من خیلی کوچیک شده. یعنی این برمیگردیم به اون غرور تا چطور اون غرور داشت منو تو خودش راه نداد، بعد من غرور نداشته باشم. تو با برجم میجنگی؟ یه سالونه. اب نداره، هر کسی که منو قبول نداشته باشه من میجنگم تا قبول داشته باشه. خب قبول کرد ولی دیگه نمیرم اون چون چیز آره، چون نوشدارو پس از مرگ سهراب دوست ندارم. آخه یه سریا دشمنی میکنن با ما و من نمیدونم اصلا برای چی با ما دشمنی میکنن. من اصلا پشمام ریخته. من یادم با یه خواننده دشمنی میکنه. خواننده رو دوست نداری دنبالش نکن، به همین سادگی. دوست نداری موزیکشو گوش نکن. دشمنی نمیخواد که آقا. من پشمام ریخته. آقا دشمنی چرا؟ مثلا من تانک دارم، دشمن شما منو زودتر میزنید من نزنمتون. دارم موزیک درست میکنم برای خودتون. حالا موزیک رو دوست نداری، حالا این خانم آقا میگه حسودی میکنن. برای چی حسودی میکنن؟ من دارم موزیک درست میکنم براتون. از این که من براتون موزیک درست میکنم حسودی میکنی؟ سر مرتضی پاشایی انقدر به من فوش دادن، هزار نفر، که من گفتم اصلا من باید از این کشور برم. موسیقی که هیچی، انقدر قلبم شکست. خب خیلی هم میگفتن خدایا ما تتلو رو میدیم مرتضی رو بهمون پس بده. آره خیلی هم گفتن آقا این بمیره اون آزاد شه. اصلا نمیفهمم چرا این کارو کردن که من واقعا قلبم شکست و میخواستم یه مدت نباشم. خب واقعا هر کسی دیگه هم جای من بود بعدش طرفدار پرسپولیس با این کارو کردن. میدونی یه سری چیزا هست که واقعا آدمو اذیت میکنه. مثلا دختر خانم جوون رد میشه برای اینکه مثلا به دوستش بگه من به فلان امیر تتلو. میدونی اینا فرهنگای غلطیه که جا افتاده که ما هنرمند و عوض این که با آهنگاش، با فیلمش، با بازیش، با هر کسی هنر، با نقاشیش، اینو خودمون در خودمون بدونیم که وقتی اینو دیدیم آقا من با آهنگ شما خاطره داشتم، ممنونم. اصلا اینم نه، برگردیم با یه لبخند داشتیم، نه اینکه دیگه بگیم ایش امیر تتلو بودا. اوکی حمایت نمی‌کنی نکن، ولی خود چیز منفی هم نده. دشمنه ما آمریکا اسرائیلیم، یا انگار ما انگلیسیم، یا انگار ما ملکه‌ایم، یا انگار ما شاه جایی هستیم که از ما دشمنید یا مثلا متنفرین. من یه خواننده هم دیگه تنفر نداره آقا. دوست نداری گوش نده دوست عزیز، تنفر نداره اصلا. دوست نداری نه یا تو پیجام الان بهش اسطوره ازش یاد میکنی، همینو چند سال دیگه بعد مرگ ما میخوایم میگید یارو استاد بود، اسطوره بود. خب چرا الان که زندگی نمیگید؟ پشیمون نیستی از اینکه از ایران اومدی بیرون؟ مثل سگ
آخه داداش من نیومدم بیرون، منو انداختن بیرون. فکر میکنی علت این که بهت مجوز ندادن چی بود واقعا؟ داداش به خاطر این بود که درشون تخته میشد دیگه. تو فکر کن من مجوز بگیرم دیگه کی میره کنسرت مثلا این خواننده مجازات؟ درشون تخته میشد. تلاش‌ها به در پسته خورد. هر کار کردی نشد، ریش گذاشتیم آقا نشد، یقه بستیم نشد، حرف خایمالی کردیم نشد، هر کاری کردیم به اون مجوز ندادن. خیلی من قیافم شبیه زندانه. نه ولی خیلی زوم از به نظرم دلیلی نداره من برم زندان. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. ما بالاتر از سیاهی رو تو بچگی دیدیم که یه چیزایی ما دیدیم که اصلا کلا خطر برای من مهم نیست. مردم ما رو کردن تو قفس. رفتارهای اینجوریتون رو بزنین کنار واقعا. من میگم چرا آقا همش گیر میدیم به اسلام و دین و خدا و پیغمبر و آدم دلش خیلی میشکنه. مردم چرا پول ما رو نمیدن؟ من گریه هم نمیاد بابا. چه ربطی اصلا به جمهوری اسلامی داره ما رو پرت کرده بیرون؟ اینکه یارو هیچ حقوقی تو زندگیش نشده به کسایی که از بچگی تو فقر و بدبختی کار کردن بخواد بپیشه. داش اینا فقط میرن بغل ما میخورن میرن. موقعی که انداختن تو دادگاه انقلاب اونجا اون قاضیه داشت با من اونجوری صحبت میکرد میگفت تو شیطانی جا. اگر میخواین بفهمید کی واقعا دوستتون داره یه دونه بزنید زیر گوشش. داشت کسی که دوست داره بزنید زیر گوشش هم میگه قربون دستات برم یه دونه هم اون بردازم. این کسی که دوست نداره همون چک و بهونه میکنه میذاره میره. آدمایی که دارن نقش بازی میکنن برات بالاخره یه روزی دیالوگشون یادشون میاد. من خود ایرانم، من اون دختری هم که بهش تجاوز میشه، من زبون اونم. اگه منو بستی، منو فروختی، منو انداختی زندان، بدون که جوانهای ایرانو زدی انداختی زندان. افتخاره یه هنرمند رو بندازی زندان. واقعا حس عجیبی دارم بعد این همه سال دارم میرم کشور خودم بیایم خودمون ایران. سلام تهرون، میبینمتون کف تهرون.